سلام، روزتون بخیر. امیدوارم خوب و سلامت باشید. من سامان خردمندمهر هستم و اینجا کتاب نابه. کتاب ناب یعنی چی؟ قراره هر هفته یک کتاب تو حوزه کسب و کار، کتاب‌های فارسی در حوزه کسب و کار، چه تألیف چه ترجمه، از انتشارات هایی که تو حوزه کسب و کار می‌نویسن، تو حوزه بیزینس می‌نویسن و دارن مفاهیم بسیار خوبی رو در کسب و کارهای ما وارد میکنن. موضوع اینجاست که میخوام این کتاب‌ها رو با هم بررسی کنیم، با هم بخونیم و با هم در موردش گپ بزنیم. کتاب‌هایی که میتونه به ما دانش بیزینس رو بده، میتونه دید خوبی رو از بیزینس به ما بده. قراره گوشه‌هایی از کتاب رو با هم بخونیم، کتاب‌هایی که خودم قبلا خوندم، ازش استفاده کردم و میخوام به شما معرفی کنم و قراره در سلسله ویدیوهای کتاب ناب کتاب‌های بسیار مفیدی رو معرفی کنیم، بررسی کنیم، بخونیم، تحلیلش بکنیم و ببینیم که کجا میتونه این کتاب برای ما مؤثر باشه. پیشنهاد میکنم اگر به کتاب علاقه‌مندید، اگر واقعا دوست دارید که کتاب بخونید و اگر بیزینسی دارید، علاقه‌مند به حوزه کسب و کار هستید و دوست دارید دانش خودتون رو در حوزه کسب و کار بالاتر ببرید، حتما این سلسله ویدیوهای کتاب ناب رو دنبال بکنید، چون قراره خیلی حرفه‌ای کتاب رو هم بررسی بکنیم، ببینیم که چه مفاهیمی رو میگه، منظورش چیه و اگر دوست داشتید کتاب رو تهیه بکنید و کتاب رو بخونید. پس قراره در کتاب ناب با هم کتاب بخونیم، با هم از بیزینس بگیم و با هم دانش خودمون رو بیشتر کنیم. پیشنهاد میکنم اگر واقعا علاقه دارید حتما کانال من رو دنبال بکنید و اگر دوست داشتید در مورد کتاب ها، در مورد کتابی که دوست دارید بررسی بشه، کتابی که دوست دارید تحلیل بکنیم و در موردش صحبت بکنیم، برای من بنویسید تا بتونیم در کنار هم کتاب های بیشتری رو بررسی کنیم. مرسی از اینکه در کنار من هستید.